اینجا یک زمانی قصری سرسبز و تفرجگاه شاهان قاجار در بیرون دارالخلافه بود. حالا اما بازماندگی یک دانشسرای قدیمی در مرکز پایتخت است. چند قدمی بالاتر از متروی بهارستان در خیابانی که هنوز نامش دانشسراست. 210 سال قبل آب و هوای ییلاقی این منطقه که بیرون از حصار شاه طهماسبی یعنی خارج از دارالخلافه تهران بود، چشم فتحعلی شاه قاجار رو گرفت. این بود که در سال 1185 قصری بزرگ ساختند که از اون پس تفریحگاه اغلب شاهان قاجاری شد. تفریحگاهی که حوادث بسیاری رو شاهد بود. محمدشاه قاجار در این باغ بر تخت طاووس نشست و تاجگذاری کرد. یا قائم مقام فراهانی صدر اعظمش رو در این باغ به اذن انگلیسی‌ها به قتل رسوند.